رو بکنید. درست است؟ پس بر ما فرصت بتین که بر شما عزیزا و دوستا جلسه را از قسمت پاسخ سوالات شما و خواندن نظریات شما در قسمت برداشت جلسه روز گذشته شروع بکنیم. خب پس ما باید بریم در قسمت یوتیوب و ببینیم که شما دوستا چه سوالات را مطرح کردین و چه برداشت را از جلسه روز گذشته داشتین. خب بریم داخل چینل و روی کامنت ها. بسیار عالی. خب بریم از اولین کامنت شروع بکنیم. اولین کامنت محمد عزیز گذاشتم. محمد گفتم سلام و احترامات خاص در ده استاد محترم. امید که جور و صحتمند باشی. ممنون محمد عزیز، ان شاء الله خودت هم جور و صحتمند باشی. درس بسیار عالی بود مثل همیشه و همچنان در مورد درس بیان کنم که فهمیدم ساختار زمان سعودی شروع میشه، چه قسم شروع میشه و تا چه زمانی ادامه دارد و همچنان در مورد ساختار نزولی که چگونه ساختار است و هر دو بحث شامل ساخت کف و سقف است که در روند سعودی از کف شروع میشه، میره بالا، سقف میسازه و ادامه پیدا میکند. کف بالاتر و سقف بالاتر میسازد و زمانی که اگر قمت اصلاح میکند میره ترلا شروع و بالا میکند، بالا رفتن نمیتوند، پس تغییر میکند میای یا رنج و یا پس نزولی میکند و در قسمت نزولی از سقف شروع میشه، میای کف میسازد و ادامه پیدا میکند، سقف بالاتر و کف بالاتر میسازد و ادامه پیدا میکند تا دوباره این مرحله تغییر میکند، دوباره سعودی کند یا رنگ میشه. خب در کل دوست ما در مورد تغییر ساختار و شروع ساختار صحبت کردم که روز گذشته ما شما گفتیم که اگر یک ساختار سعودی شروع شه به شکل از یک کف شروع میکنه، یک سقف میسازه تا زمانی که سقف و کفای بالاتر بزنه بازار ادامه داره، هر دفعه که پایین برگشت و مثل همیشه وقتی میرفت بالاتر از سقف میرفت بالاتر از سقف میرفت بالاتر از سقف، اگر تلاش رو بالا کرد نتونست بالاتر از سقف بره و همچنان دیگر کف خود به طرف میشه یا نه، ما میگیم ساختار سعودی ما تغییر کرده. حالا اگر آمد سقف و کفای پایین تر ساختار نزولی شده، تا غیر از یا اصلا نمیتونه اینجا، یعنی خارج از دو حالت میتونه حالت بعدی نباشه. درست است که اگر رنج هم شد باز میتونه دو حالت داشته باشه، یا ساختار بعد از یک رنج دوباره سعودی میشه یا ساختار بعد از رنج چی میشه، نزولی میشه. این چیزی بود که دوست ما در کامنت توضیح دادم و برداشت خیلی خوبیه محمد عزیز از این قسمت داشته. دوستی بعدی ما برهان این شکل گفتن که درس بسیار عالی بود. برداشت من از این درس درباره روند بازار بود. وقتی که بازار سقف بالاتر و کف بالاتر بسازد روند سعودی است، وقتی که روند سقف و کف پایینتر بسازد روند نزولی است. تشکر از برداشت خودت. حسیب گفتن که وقتی بازار در یک جهت حرکت سعودی میکنه، مثلا سقف و کف بالاتر ثبت میکنه، اگر تغییر روند نزولی ایجاد کرد قیمت تلاش میکنه که سقف بالاتر بزنه اما نمیتونه سقف بالاتر بزنه، و کف قبلی خود را به طرف پایین میشکنه و این باعث میشه که ساختار سعودی ما تبدیل به نزولی شود. بازم تشکر خواهش میکنم. خب دوست ما کاملا برداشت درست داشتن از جلسه روز گذشته. دوست بعدی ما گفته سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام، امید خوب باشین. وقتی بازار یک ساختار سعودی کف و سقف میسازه و دوباره یک کف بالا و یک سقف بالا میسازه و تا زمان ادامه دارد این حرکت دیگه نتونه بالاتر از سقف بزنه و او زمان ساختار نزولی شروع میشه. بله دیگه اگر نتونست مثلا سقف ادامه بده، احتمال از اینکه ساختار نزولی شه یا ریچ و دولت میتونه وجود داشته باشه. ولی در کل ما هدف شما رو متوجه شدیم، یعنی اگر ساختار سعودی مثلا نمیتونه ادامه بده، تنها با معنی نیست که دوباره ساختار نزولی میشه. میتونه یک حالت نزولی باشه، دو حالت میتونه رنج باشه که بارکم گفتم که بعد از رنج خود این میتونه نزولی شه یا سعودی شه. و برعکس مورد روند نزولی هم به این شکل معلومات دادن که باعث با شروع سقف و کفای پایینتر شروع میشه، اگر نتونست کف پایینتر بسازه و بالاتر از حرکت که ساختار تغییر میکنه. دوست بعدی ما گفته سلام جناب استاد، من با تذکره فامیلم در سراج بایننس ثبت نام کردم، آیا مشکل دارد؟ نه خیر، شما با تذکره فامیلتان ثبت نام کردین، اکانتتان را ساختیم، تریدتان انجام میدین دیگه، کدام مشکل خاصی نداره که. درست است، در نهایت اگر میلیونر میلیاردر هم شدین دیگه با فامیلتان اعتماد دارید، شاید اکانت از پیشتان نگیره. فقط یک قسمت دقت بکنید دوستایی که مثلا شما حجم زیادی اضافه میکنین، درست است، یا هم در آینده اگر حجم شما زیاد میشه دقت بکنید کسی نباشه که بالفرض بعداً با شما مشکل ایجاد کنه. استاد جان سلام، نمیشه آموزش کریپتو رو بدید چون خیلی خوب نوسانات داره و من در با کریپتو بیشتر معلومات دارم، شاید دیگران هم همین طور باشه. دوستا در قسمت آموزش دوست ما مسئله خوب رعایت کرده. ببینید ما بر شما روزای قبلم آموزش دادم، فعلا هم آموزش میدم و در آینده بر شما در این مورد صحبت خواهم کرد که ما بازارها را با هم فرق وجود نداره بین بازارها که شما بالفرض بگین بازار کریپتو یا فورکس با هم یا استوک با هم فرق داره. تمام بازارها همو ساختار می داشته باشه، یا ساختار سعودی داره که سقف و کفای بالاتر میزنه، یا ساختار نزولی داره که سقف و کفای پایینتر میزنه. و بعد دلیلی که شما در یک بازار فعالیت بکنی یا یک بازار فعالیت نکنی میتونه بحث ریسک ریوارد باشه. درست است، میتونه بحث ریسک و ریوارد باشه. هر زمانی که یک بازار ریسک ریوارد خوب داشت شما همو بازار رو به عنوان بهترین بازار میشناسید. این پیشنهاد شخصی ما و نظر شخصی ما البته، ولی شما دوستان بخیر به یک لیبل با یک سطحی که رسید متوجه میشین که
ما بازار خوب بد نداریم و بعضی اوقات شما باید یک را بپذیرین که بالفرض اگر بازاری که ریسورت خوبتر داره شما باید برید او بازار ترید کنید. نه اینکه بالفرض کنید در یک بازار قایم بگیری برای اینکه مثلا به بازار پشت داره یا نداره. و خودم شخصا به این شکل هستم. یک بار میرم در فورکس هستم، بعضی اوقات در کریپتو هستم و بعضی اوقات هم در استوک هستم. برمیگرده در کدام شده که کدام بازار یک روند نزولی داره، یک روند سودی داره. وقتی که یک بازار در رنج باشه نمیشه دلیل که بالفرض اگر من تریدر هستم 3 سال منتظر باشم که این بازار از روش فوق بشه. خیلی راحت میرم در بازار بعدی که ساختار داره. حمید عزیز نوشته کردن سلام وقتم بخیر. در این جلسه فهمیدم که ساختار سعودی از سقف و کف‌های بالاتر تشکیل می شود. ساختار سعودی تا زمانی که سقف و کف بالاتر بزند ادامه دارد. اگر نتواند سقف بالاتر بزند و زیر کف حرکت کرد ساختار سعودی تمام میشه. چقدر واضح براتون توضیح دادم. و ساختار نزولی آغاز میشه که بازم گفتم میتونه ساختار نزولی شروع شود یا میتونه رنج شود. اوکی، اینو در نظر داشته باشین. مستقیم ساختار نزولی شروع شدن معنایش این رقم نمیباشد. در ساختار نزولی برعکس ساختار سعودی سقف و کف پایینتر میزند. تا زمانی که سقف و کف پایینتر میزند ساختار ادامه دارد. هرگاه یک کف پایینتر ساخت و یک سقف پایینتر ساخت و نتونه زیر آخرین کف حرکت کنه، یعنی آخرین کف نتونه بشکنه و در کش بالاتر از سقف حرکت کرد، نزولی تغییر میکنه و ساختار سعودی آغاز میشه. تمام بازارهای مالی چی استوک چی فارکس چی کریپتو از سقف و کف تشکیل شده است. یا بازار سعودی است یا بازار نزولی است. بعضی وقتا در حالت رنج قرار میگیرد که سقف و کف‌های مساوی میزند در کل تمام بازارها یا در بالا رفتن یا در حال پایین آمدن هستند و هر تایم فریم تشکیل شده از سقف و کف یا سعودی است یا نزولی. هر ساختار چه نزولی و چه سعودی در تایم فریم خودش معتبر می باشد و با این تفاوت که هر تایم فریم نوسانات خودش را دارد. با سپاس از زحماتتان استاد امیری است. ببینید دوستان، توضیحات امیری عزیز کاملا منطقی بود و تمام مسائل را به شما توضیح دادم. مثلا اکثرا در مورد خود ساختار صحبت کردیم. روز گذشته من در مورد ازی گفتم که یکی بازارها از هم فرق نداره و دوما تایم فریم ها مثلا با هم فرق نداره. تو نظر به تایم خود، انرژی خود، زمان، تجربه را که داری تصمیم میگیری که در کدام بازار و در کدام تایم فریم ترید میکنی. مثلا من بعضی اوقات وقتی که بالفرض دوست نداشته باشم زیادتر ترید بکنم کمتر ترید بکنم، بعضی اوقات است که من تایم فریم 4 ساعته را بیشتر ترید نمیکنم. درست است. بعضی اوقات است که من تایم فریم فقط سقف و کفای 4 ساعته ترید میکنم. در هر بازاری که باشه فرق نمیکنه. ولی طبق ما چون من تریدر هستم میم تایم فریم 15 دقیقه ترید میکنم یا نهایتا در تایم فریم 1 ساعته ترید میکنم. ولی وقتایی هم شده که دوست نداشتیم در تایم فریم کوچک ترید کنم ولی ساختار چون روند داشته اومدیم در تایم فریم روزانه ترید کردیم. یعنی فقط و فقط اومدیم ساختارهای روزانه رو ترید کدام شما تایم فریم رو انتخاب میکنید، کدام بازار انتخاب میکنید، اون مسئله مربوط به خودتان میشه که امید عزیزم برداشت خود کاملا در قسمت توضیح داد. دوست بعدی ما گفته وقتی بالاتر از سقف رفت و کف بالاتر و سقف بالاتر و ذات بازار سعودی است. اگر زیر کف حرکت کنید بعد از اصلاح کف سقف پایینتر بزند بازار نزولی میشه. هیچ بازار تا ابد ادامه داشته نمیتواند. مثال علی از کجا میتونیم که بازار جهت خود را تغییر داد و وقتی که اصلاح خود را کرد امانات آن استباره به جهت خود ادامه پیدا کند مانند اگر یک بار بعد اصلاح دیگه بالا نتواند برد خب یک کمی اعتبار نشکن بریم و زیر کف میرود بازار نزولی میشه. وقتی بازار سعودی لانگ میگیریم، وقتی نزولی است شورت میگیریم. ایده قسمتی مناسکت صحبت میگیریم. اگر اصلاح خود را بکنه بالاتر از صف قبلی حرکت کنه اونجا پوزیشن لانگ باز میکنیم و استاپ خود را زیر کف میگذاریم. که اینا توضیحات بیشتر هم داده فکر میکنم آموزشای روزی قبلی دیده. خیلی درس زیبا تشکر از درس رو خواهش میکنم و تشکر نیست. یک شما تشکر کرده اما شما تشکر میکنم بابت کامنت را گذاشته ما. دوست بعدی ما گفتن سلام استاد محترم، برداشت این بود که در روند بازار از خود سقف کف بالاتر یا تا کوی تر بسازید تا یک روند میساز. بسیار عالی. اینم کوتاه براتون توضیح دادم که در کل بازار یا ساختار سعودی در سقف کف بالاتر داره یا سقف کف پایینتر داره. البته دوستایی هم که برداشتم نوشته نکردین طبق شوخی یا جدی و همه بیننده هستیم. خیلی خوش آمدین بیننده های عزیز. ما هم تلاش میکنیم که بهترین نمایش از خود بر شما عزیزا و جا بذاریم که شما دوستا متوجه شید. خب حالا امروز دوستا شما چی چیزا نیاز دارین به عنوان تریدر؟ راشد سلام. ببینید دوستا اول بیایم برای شما در نظر میگیرم یک سوال از پیش شما پرسان بگیرم صادقانه. آیا فکر میکردین که در مدتی مثلا 5-6 روز شما بتن به این سطح مثلا دانش و اطلاعات کافی در ترید برسین؟ آیا شما به این شکل نشته کنین که آیا به نظرتان بیشتر از توقعتان یاد گرفتین یا کمتر از توقعتان؟ یعنی شما چیزی که یاد گرفتین فکر میکنین بیشتر از یاد گرفتین یعنی یا کمتر یاد گرفتین؟ نوشته بکنین که به کدام سطح یاد گرفتین. یک نظرتان نوشته کن بعد بریم به جلسه امروز. اگر نوشته نمیکنین اگر نمیکنین که بریم به جلسه. خب اول دست ما گفته بیشتر.
خیلی زیاد میگه دوستی ما، بیشتر، زیادتر، متوسط، بیشتر، بیشتر. خب بسیار عالی. بسیار عالی. خب فقط یک نظریه که بسیار مرا چی کرد، اسید نوشته کرد در حد خودم، یعنی هر کسی بیشتر تلاش کرده پس بیشتر یاد گرفته، کسی کمتر تلاش کرده. خب بسیار. خب دوستای عزیز، چت باکس رو نوشته میکنه، میگن مش نمونه خروار است. اوکی، میگن مش نمونه خروار است، پس شما از ذوق مطمئن هستم که همه با هم نظر داریم. فقط آخرین حیات نوشته کرده استاد امیدر سیدروز را یک بار دیگر هم بگو. سپاسگزار. سیگار بودم. خب حیات بازپخش جلسه گذاشته شده در قسمت یوتیوب و شما میتونی بری بازپخش جلسه را کامل ببینید. اوکی، بازپخش جلسه را کامل ببینید و متوجه شید. خب حالا شما اعضا و دوستا در امون لیبل و در امون سطح قرار داری که در هر قایم فیلمی که فعلا بیای در هر بازاری قرار بگیری، دیگه تو میتونی بازار رو بفهمی که بازار در ساختار سعودی قرار داره، ساختار نزولی قرار داره، چی ساختار است. و ما فعلا مثلا در چارت به نام ارزی به نام بیت کوین در یک چی قرار داریم، نه ساختار سعودی نه نزولی است. اوکی. خب پس شما ترس شما از بازار چه شده، از بین رفته دیگه. شما او ترسی که روزای اول داشتین و نمیفهمیدین که مثلا این چارت چی است، چی میگه، چی اتفاق میفته برای شما، این بر شما کاملا نشد. پس من اطمینان دارم که تمام شما اعضا هم یاد گرفتین که ساختار سعودی چی است، هم یاد گرفتین که ساختار نزولی چی است، هم یاد گرفتین که در یک ساختار سعودی کدام حرکات جنبشی است، هم یاد گرفتین که کدام حرکات اصلاحی است، و هم فهمیدین که بعد از هر حرکت جنبشی چه حرکتی اتفاق میفته و بعد از هر حرکت اصلاحی چه حرکتی اتفاق میفته. و در ساختار نزولی هم این شکل. خب بین اون یک تریدر و معامله گر، بعد از این مسائل را که شما یاد میگیری کدام مسئله است؟ شما بین اون یک تریدر چند نکته مهمی را که یاد داری چی است؟ اول این است که تو باید بعد از اینکه آموزش را مثلا یاد گرفتی، اول باید بفهمی که ما دنبال پوزیشن لانگ باشیم یا شورت باشیم. ما فارسی براتون نوشته میکنم دیگه، همه نام خدا زبان ما شما در فارسی یاد داریم. میگم دنبال پوزیشن لانگ باشیم یا شورت، دنبال چی پوزیشنی باشم. درست است؟ اولین چیزی را که باید به عنوان تریدر، درست است، دنبال چی پوزیشن باشم. اولین چیزی را که شما عزیزا و دوستا باید از خودتان پرسان بکنین و به عنوان یک تریدر بفهمین این است که شما دنبال چه پوزیشنی باید باشید. اوکی، که این سوال تو چی زمان حل میشه؟ حل سوال تو این است که تو باید بفهمی که ساختار بازار چی است. حل سوالی است که تو باید بفهمی ساختار بازاری که مثلا تو ترید میکنی. اجازه بدین مرا که من ایت صحیح بغل بکشم که شما متوجه شید. خب جواب سوال شما است که شما باید بفهمی که ساختاری را که مثلا بازار داره یا ساختاری را که تو میبینی چی است. ما میخوایم که فاصله را پیدا کنم. ساختاری بازار به کدام شکل است. ما میره باید اینجا کلیک بکنم پس که برای شما بیارم. اوکی، ساختاری بازار رو تو بفهمی. باید وقتی که ساختاری بازار رو فهمیدی، ساختاری بازار یا لانگ می باشه یا شورت می باشه. حل سوال شما است که ساختاری بازار را بفهمی. درست است؟ بفهمی کدام ساختار بازار با کدام سمت است. خب اولین سوال آمدی چارت رو باز کردی، از خود پرسان میکنی که من چی پوزیشنی بگیرم، پوزیشن لانگ بگیریم یا شورت. درست است؟ پیش بیم مثلا اینجا نوشته بکنم برای شما در قسمت تکس ما لانگ پوزیشن بگیرم یا اصلا خرید و فروش میگیرم. درست است که سیل یا بای میگیم، خرید یا فروش. درست است؟ اولین سوالی که یک تریدر از خودش میتونه داشته باشه آمد داخل چارت، دنبال چی پوزیشنی باشم، دنبال پوزیشن خرید یا فروش. حل سوال شما چی است؟ حل شما است که تو ساختار بازار رو بفهمی. درست است؟ ساختار بازار رو بفهمی. وقتی ساختار بازار رو فهمیدی، اگر سعودی بود خب متوجه باشه، من این طرف میکشم که شما متوجه شه. اگر سعودی بود در ساختار سعودی، درست است، در ساختار سعودی دنبال پوزیشن لانگ هستی. در ساختار سعودی پوزیشن خرید میگیری. درست است، پوزیشن خرید. و در ساختار نزولی پوزیشن فروش. درست است، در ساختار نزولی ما اینجا برای شما ایره پیست بکنم، فقط بیم نزولیشو تغییر سعودی رو به نزولی تبدیل بکنم، اینجا را تبدیل به نزولی بسازم بلتم. خب نزولی
در ساختار نزولی دنبال پوزیشن چی هستی؟ دنبال پوزیشن فروش. درست است؟ این نمیفهم چرا برعکس است. من روی تریدینگ ویو کام اشتباه میکنم، ولی اگر نشد باز من اینجا برای شما پاک میکنم. Ama izle bunu da gömem be. Sonucan kırabilirim. و کلیک میکنم یعنی Yani ما گفتی خاله چی را چی برو تیم چی استاد اون خب برساتش. همون نشون دنبال پوزیشن چی میباشین؟ من یک تنس دیگه برای شما اضافه کنم. دنبال پوزیشن چی میباشین؟ فروش میباشین. در ساختار نزولی شما دنبال پوزیشن چی هستین؟ فروش هستین. خرید نه فروش هستین. درست است؟ دنبال پوزیشن فروش هستین. در ساختار نزولی دنبال پوزیشن چی میباشین؟ فروش میباشین. پس حالا پوزیشن اولین سوالی که مثلا من بپرسید دنبال چه پوزیشنی باشم خرید یا فروش، همین سوال کی است که بفهمی ساختار بازار با کدام سمت ساختار سودی بود دنبال پوزیشن خرید است، ساختار نزولی بود دنبال پوزیشن فروش است. سوال چی شد؟ خلاص. خب حالا در نظر میگیریم شما در تایم فریم روزانه، درست است، در تایم فریم روزانه میخواین روی بیت کوین پوزیشن باز بکنه، درست است، میخواین روی بیت کوین پوزیشن باز بکنه. پس سوال رو که من شما پرسان میکنم، شما دنبال چی پوزیشنی در این ساختار هستین؟ آیا دنبال پوزیشنی فروش هستین یا شما دنبال پوزیشنی خرید هستین در همین ساختار؟ شما در چت باکس برای من نوشته بکنین که دنبال چی پوزیشنی در همین ساختار میگردین. مثلا چارت بیت کوین در تایم فریم روزانه خرید یا فروش به نظر دارم. بسیار عالی. پس جواب اکثریت دوستا درست است. هم اگر نوشته کرده رسن که پوزیشن لانگ یا پوزیشن کرد. چرا؟ چون تو فعلا یک کسی هستی که به شکل منطقی وقتی که میاد داخل چارت، اولین چیزی که بر تو مدرس یا مهم است بفهمی که ساختار بازار چی است. پس تو دنبال پوزیشن خرید هستی. ولی چه زمان ما پوزیشن خرید میگیریم؟ چه زمانی ما دنبال پوزیشن خرید باید باشیم؟ چون تایم فریم ما تایم فریم روزانه است. پس ما زمانی دنبال پوزیشن خرید می باشیم که قیمت خودش را بتونه ثابت بکنه و به بالاتر از سقف حرکت بکنه. قیمت خودش را ثابت بکنه بالاتر از سقف حرکت کنه. چرا؟ چون ما فهمیدیم که اگر قیمت قرار باشه بیای یک سقف بالاتر بزنه، درست است، بیای یک سقف بالاتر بزنه، یا اگر ساختار سعودی خود ادامه بده، تنها زمانی ادامه میتونه بده که بیای بالاتر از سقف. از هر زمانی که بیای بالاتر از سقف حرکت کنه شما دنبال پوزیشن خرید جدید می باشه. حالا میایم در مورد یک ساختار دیگه بر شما صحبت میکنم. مثلا شما تصور بکنین که این ساختار شما میبینین. کدام ساختار؟ این ساختار اومده پایین، حرکت رو بالا، دوباره اومده اینجا. شما تصور بکنید که قیمت در این موقعیت است. درست است؟ شما تصور داشته باشین یا فکر بکنین که قیمت تازه این کندل روزانه رو زده است. شما در این ساختار دنبال چه پوزیشن میباشی؟ دنبال پوزیشن فروش میباشی. چرا؟ چون تو جهت ساختار هم از گذشته ببینی، هم فعلا میبینی قیمت اومده بر تو یک کف ساخته، میره یک سقف بسازه. اگر اومد زیر کف حرکت کرد، تو میای دنبال پوزیشن چی میباشی؟ فروش میباشی. پس سوال اول شما حل شد. سوالی را که از خود داری نظر و تایم فریم اور نظر آمدی داخل چارت قرار گرفتی، اگر ساختار سعودی بود دنبال پوزیشن خرید میباشی و اگر ساختار نزولی بود دنبال پوزیشن فروش میباشی. این مسئله خلاص شد. خب حالا شما به چند چیز ضرورت داری؟ برای باز کردن یک ترید برای چند چیز ضرورت داری؟ یک، تو بفهمی که ما چه زمانی ورود بکنم. درست است؟ یا برای انگلیسی برش میگه چه وقت انتری بکنم، یعنی به فارسی براتون نوشته کنم. بعد از اینکه شما جهت پوزیشن فهمیدی، تو باید چند موضوع رو بفهمی. یکی نقطه ورود ما کجا باشه؟ درست است؟ نقطه ورود در کجا باشه در یک پوزیشن؟ نقطه ورود. دومین گزینه نقطه خروج. نقطه خروج از معامله است. نقطه خروج. و آخرین مسئله را که شما نیاز دارین، این است که نقطه ورود را گفتیم، نقطه خروج را گفتیم و حد ضرر است. درست است؟ حد ضرر. من حد ضرر باید دوم نوشته میکنم برای مشکل نیست. حد ضرر است. پس حالا وقتی که شما جهت بازار را فهمیدی و میفهمی من دنبال چه پوزیشنی باشم، چه چیزا رو یاد دارین؟ نقطه ورود و نقطه خروج و حد ضرر یاد دارین. پس بیرون ما بیایم بر شما توضیح بدم و دلیل منطقش بر شما بگم. من یک جایی رو میام که ساختار منظم تر باشه. با این مثلا قیمت اومد یک حرکت رو بالا انجام داده، شما منتظر هستی که یک اصلاح بکنه. طبق معمول چی میفهمی؟ میگه اگر بازار اومد بالاتر از سقف حرکت کرد، قرار ساختار سعودی رو پیدا. درست است؟ پس تو دنبال این چی میباشی؟ دنبال از این میباشی که خریدارای بازار یا مارکت میکرها بیایم خودشان را به ما ثابت بسازن. چرا؟ چون روز قبلی ما تو چرا گفتیم؟ ما تو بیایم به این باقاعده و باور داشته باشیم که ما نمیتونیم جهت بازار رو تغییر بدیم. جهت بازار بزرگان مارکت، سازمان ها، بانک ها، درست است، مارکت میکرها اینا تعیین میکنن.
پس بنابر همین ملحوظ ما منتظر از این میباشیم که اگر قیمت آمد پتانسیل داشت آمد بالاتر از سقف حرکت کرد، بزرگای مارکت پول خرج کردن آمدن بالاتر از سقف حرکت کردن، در ساختار سعودی ما همیشه ورود خود را از کجا انجام میدیم؟ زمانی که قیمت بتونه بالاتر از سقف چیکار کنه؟ حرکت کنه. پس نقطه ورودی ما توسط لانگ پوزیشن میشه. ابزاری به نام لانگ پوزیشن را ما برای شما یاد دادم، اگر بازم بیایم برای شما بگم در اینجا شما میتونید لانگ پوزیشن و شورت پوزیشن را اضافه بکنید. من لانگ پوزیشن اضافه کردم. پس نقطه ورودی ما کجا میفته؟ بالاتر از سقف. یعنی هر وقتی که قیمت آمد حرکت رو بالای خود را کرده، آمد اصلاح خود کار، آمد خود بالاتر از سقف حرکت کرد، نقطه ورودی ما بالاتر از سقف چی میشه؟ میفته. اوکی؟ استاپ ما کجا میفته؟ استاپ ما زیر کف. زیر کفی را که شما میبینین در اینجا ما استاپ خود زیر کف میگذارم. پس ما فعلا فهمیدیم که در ساختار سعودی دنبال پوزیشن لانگ میباشم، ولی پوزیشن لانگ خود تنها و تنها زمانی باز میکنم که قیمت بیه بالاتر از سقف حرکت بکنه. بعد استاپ خود را میایم زیر کف میگذارم. پس دو چیز مهم را فهمیدید. یک کجا ورود بکنم و استاپ خود کجا بگذارم. بعد در مورد خروج از معامله شما در روزه پیش رو چی فهمیدین؟ گفتیم در یک ساختار سعودی بازار تا زمانی مسیر خودش را ادامه میده که سقف و کفای بالاتر میزنه. پس تا زمانی که قیمت هر حرکت رو بالا انجام میده، اسلام میکنه پتانسیل داره بالا بالاتر از سقف، اسلام میکنه پتانسیل داره بالاتر از سقف، اسلام میکنه پتانسیل داره بالاتر از سقف، اسلام میکنه و پتانسیل نداره که بالاتر از سقف، برای شما چی از زنگ خطر است؟ چون همیشه وقتی قیمت اسلام میکرد میرفت بالاتر از سقف، ولی دفعه وقتی قیمت حرکت کرد نتونست بره بالاتر از سقف، پس تو آمادگی خود را میگیری یا مستقیما استاپ خود را میاری زیر کف میگذاری که اگر قیمت پتانسیل نداشت، درست است، پتانسیل نداشت، مسیر خودش را ادامه دادن نتونست، پوزیشن ما چی شود؟ کلوز شود. پوزیشن لانگ را که ما باز کرده بودیم کلوز شد. پس سیلن تو چرا یاد گرفتی در مورد ساختار سعودی؟ در مورد نقطه ورود فهمیدی که بالاتر از سقف حرکت میکنی، پوزیشن خود را زیر کف میگذاری، پوزیشن تو تا مدامی که بازار سقف و کفای بالاتر میزنه باز است، هر زمانی که حرکت رو بالا کرد نتونست بره بالاتر از سقف، مسیر کف پوزیشن خودت چی میکنی؟ کلوز میکنی. سرش برو. درست است. میم در یک ساختار نزولی بر شما توضیح میدم در فریم مثلا روزانه. برو. زمانی که چی اتفاق میفته؟ مارکت میاد یک حرکت رو پایین انجام میده، تلاش رو بالای خود را میکنه و میاد زیر کف حرکت میکنه، شما میفهمین که ساختار نزولی چی شده؟ شروع شده. درست است یا قرار است شروع شود؟ قیمت آمده تازه برای شما یک کف ساخته، رفته در حال سقف ساختن است و شما منتظر میباشی، میگه اگر آمدی زیر یک کف حرکت کردی، پس من اینجا شورت پوزیشن باز میکنم. نقطه ورودی کجا میفته؟ نقطه ورودی تو میفته در زیر یک کف اگر قیمت آمده حرکت کرد. استاپ تو کجا میفته؟ بالاتر از سقف. سقف کجاست؟ اینجاست. استاپ خود بالاتر از سقف میگذاری. معامله تو تا کجا رو باز میباشه؟ تا زمانی که قیمت پتانسیل از زیر داره که قیمت بیه برای شما کف پایینتر، سقف پایینتر، کف پایینتر، سقف پایینتر، کف پایینتر و سقف پایینتر برای شما چی کنه؟ بسازه. پس پوزیشن شما تا این محدوده رو چه میکنه؟ باز میباشه. تا محدوده مثلا این محدوده. هر وقتی که شما میبینید که قیمت بالفرض آمد اینجا رو سقف پایینتر در نظر میگیریم، اینجا رو میگیریم، قیمت رو میبینی که حرکت رو پایین میکنه و نمیتونه بره بالاتر از پایینتر از سقف، در پایینتر از کف نمیتونه بره. پس این اختار است بین من تریدر برای تو که تو دنبال ازی باشی که پوزیشن خود کلوز کنی. پس اگر تو دنبال ازی هستی که پوزیشن کلوز کنی، میتونی در نظر داشته باشی اگر آمد بالاتر از سقف حرکت کرد پوزیشن کلوز کنم. بعد تو می پوزیشن خود را در اینجا با سوار 3.5 نزدیک 4 میکنی، پوزیشن خود کلوز میکنی. چرا؟ چون عقیده و باور است که بازار نمیتونه مسیر خودش رو چیکار کنه؟ ادامه بده. خیلی ساده. بندان دیگه از یاوه‌گویی ها فاصله بگیرین. درست است، از یاوه‌گویی ها فاصله بگیرین که مثلا اینجا اوردر بلاک است، اینجا چی است، اینجا فلان است. فقط و فقط کاری تو این است که تو بخوای مثلا بخوای مارکت میکر باشی، جهت مارکت تکر بدی. پس کاری تو این است که حرکت رو بالا انجام شد، اصلاح وقتی که انجام شد، حرکت رو بالا بعدی است که تمامی بزرگان مارکت، هر کسی را که در بازار زور داشت، قدرت داشت، قدرت خود را به خرج داده، آمده سقف بالاتر میسازه. پس ما قرار نیست که 4 روز 5 روز 6 روز 7 روز 8 روز تعدادی مثلا افرادی را که نائب ما پتانسیل ندارن خلاف جهت بازار حرکت میکنه من منتظرش باشم یا بخوام امروز اینا خود درگیر بسازم. میمونم اینا وقتی اومدن زور شدن روی خود انجام میتونم، استام خود سری کم انجام میتونم، مسیر خود چی میکنم ادامه میدم. خب ولی چرا ما و شما نمیفهم که اگر درک بتونین بکنین، اگر درک کردین خیلی خوب، اگر درک هم نکردین بس. چرا وقتی که ساختار سعودی است مارکت در حال برگشت است، چرا ما نمییم اوردر بلاک پیدا کنیم؟ چرا نمییم مثلا سطح حمایتی پیدا کنیم؟ چرا نمییم سطح مقاومتی پیدا کنیم؟ چرا نمییم فیبرلیگا پیدا کنیم؟ چرا نمییم ویجی پیدا میکنیم؟ چرا؟ دلیل چی است؟ به خاطر از این نمیکنیم پیدا. دلیل اول ما فهمیدیم که مارکت احتمالات بیش نیست. پس اگر مارکت آمده رو پایین حرکت کرده به معنی از این نیست که میره رو بالا.
درست است. اگر مارکت آمده رو پایین حرکت کرده ما نیست که رو بال. اولین دلیلی که ما تو باید حقیقت محض را بپذیریم این است که بهترین دلیلی که ما بالاتر از سقف پوزیشن باز کنیم این است که هر زمانی که مارکت آمده رو پایین حرکت کرده دلیلی برای حرکت رو بالا وجود نداره. دوما یک چیزی رو ما به نام سایز استاپ داره که اگر شما همین جاها بخوای ورود بکنی استاپ خود باید کجا بگذاری؟ اینجا 11%. ولی اگر نه تو صبر بکنی قیمت بالاتر بیا سقف حرکت بکنه استاپ تو کوچه اتفاق میفته، کوچکتر میفته، استاپ تو مثلا میفته نهایتا 4%. یک موضوع دیگه، کسی که در حال اصلاح مارکت یا میخواد فریبلیو گپ پیدا بکنه، اف جی پیدا بکنه، نمیفهم چی پیدا بکنه پوزیشن باز کنه، یادم باید چند روز استرس بکشه. 10 روز استرس بکشه تا جهت بازار مشخص شود که آیا بازار مسیر خود ادامه داده میتونه یا نمیتونه. درست است. بچه‌ای که شما اسمارت مینی آی سی تی نمیفهم اینا رو آموزش خواندید یا به مرا گوش کنید قبول نکنید. درست است. پس لازم نیست که ما تو بیم 10 روز انتظار بکشیم که آیا مارکت واقعا بالاتر از سقف میره نمیره. دوم سایز استاپ ما بزرگ گفته اینا. پس ما تو صبر میکنیم. به عوض از اینکه بیم 4 روز 5 روز 10 روز اینجا انتظار بکشیم تا جهت مارکت مشخص شود، اما روزی پوزیشن باز میکنیم که یک سره پوزیشن ما حرکت کنه رو بالا مسیر خودش چیکار کنه ادامه بده. در ساختار سعودی براتون گفته هستم. دوباره عین شکل وقتی که مارکت همین سلار انجام داده رئیس، چرا ما تو آمدن جای اف جی فرگلو گپ چینا پیدا نکنیم پوزیشن باز نکنیم؟ اولین دلیل هیچگاه حرکت رو پایین به معنی از نیست که مارکت مسیر خود ادامه بده. یک دلیل دومی لازم نیست که ما تو بیایم مثلا همینجا افروز انتظار بکشیم تا جهت مارکت مشخص شه. بهتر از بزرگان مارکت بیایم جهت مارکت را مشخص بکنم. بعد از اینکه جهت مارکت مشخص کرد ما تا امروز پوزیشن رو بگیریم پوزیشن ما مستقیما طرف سود بیاد. لازم نیست که بیایم افروز 8 روز چیکار کنیم استرس بکشیم. امیدوارم هستم که گفتم بچه‌ای که شما سبکای من نام آر تی ام و اوی سیکیور انفورم اینا رو میخوانین درک بکنین که من چی میگم. متأسفانه نبینه وقتی که مارکت می حرکت رو پایین خود را انجام میده در ساختار نزولی تلاش میکنه رو بالا، چرا ما تو تا زمانی که زیر کف نرفته پوزیشن باز نکنیم؟ اولا اگر تو دائما دو دفعه پوزیشن باز کنی حرکت رو پایین که انجام شده دلیل از این است که باز میکنه حرکت رو بالا کنه. پس اولین دلیل این است. دومین دلیل اگر شما دائما دو دفعه پوزیشن باز کنی استاپ تو بزرگ است، اینجا باید بگذاری. ولی اگر 5% 6% استاپ بگذاری، ولی اگر ما منتظر باشی که زیر من حرکت کنه دو تا تو جای 6% استاپ گذاشتم میتونی 0% استاپ بگذاری. موضوع بعدی گفتم وقتی که ما تو زوری زیر نداریم مارکت را حرکت بدیم، پس لازم نیست ما تو بیایم پوزیشن باز کنیم 5 روز منتظر باشیم. میم پوزیشن امروزی باز میکنیم که مارکت مستقیما حرکت کنه طرف ریستوارد. درست است. دوباره ساختار نزولی است. بله چرا باید صبر کنیم که زیر کف حرکت کنه پوزیشن باز کنیم؟ اولین مسئله لازم نیست، نیاز نیست، ضرورت نیست که ما تو بیایم تایم طولانی در روزا انتظار بکشیم تا جهت مارکت مشخص شود که تا پایین میره یا نمیره. اوکی. یک موضوع دومی اگر شما دائما دو دفعه پوزیشن باز کنی تنها جایی که استاپ خود باید بگذاری بالاتر از مثلا بالاتر از سقف است 12% باید استاپ بگذاری. ولی اگر نه مارکت بیا زیر کف حرکت کنه بخوای استاپ بگذاری با واسه 12% تو میتونی استاپ چند فیصدی بگذاری 9%. درست است. و موضوع بعدی اگر تو اینجا پوزیشن باز کنی مجبور هستی در روز انتظار بکشی تا جهت مارکت مشخص شه. ولی اگر نه تو در این مومنتوم حرکت پوزیشن باز کنی اما از زیر پوزیشن باز میکنی پوزیشن تو طرف چی حرکت میکنه سود حرکت میکنه. اوکی. بازم براتون میگم دوستان ما نه استراتژی دارم و نمیتونم برای شما دروغ بگم که استراتژی را مسافیم. استراتژی بازار است. چرا سبکا و استراتژی دیگه برای ما قابل قبول نیست؟ چون نظر به تمرینی که وجود داشته باشه ما پذیرفتیم با تک تک سلولای بدنم که بهتر از این است که ما به عوض از اینکه بخوایم همینجا بازم براتون گفتم. درست است. بازم براتون گفتم به عوض از اینکه ما بیام اینجا دلایل مختلف پیدا کنیم برای باز کردن پوزیشن ما یک قدر پذیرفتیم تا زمانی که مارکت بالاتر از صفر حرکت نکرده هیچگاه برای خود اجازه ندادم که پیش بینی کنم که قیمت از اینجا میره بالا. تنها زمانی برای خود اجازه میدم که پیش بینی کنم قیمت میره بالاتر از اینجا که بیا بالاتر از صفر حرکت کنه بعد ما پوزیشن خود باز کنم. و دلیلی که چرا مثلا این اتفاق افتاده گفتم اگر ما بیایم همینجا برای شما فریبلیو گپ د تایم فریم کوچکتر 1 ساعت 4 ساعت ساعت مایتی فریبلیو گپ هر چیز دیگه پیدا کنم ارزش نداره که ما بیایم چند روز اینجا انتظار بکشم. ارزش نداره که بیایم مثلا یک هفته من انتظار بکشم تا جهت مارکت مشخص شه تا فعلا حداقل 5 روز. ترجیح میدم مارکت بیا خود را ثابت بکنه بیا بالاتر از سقف حرکت کنه بعد از پوزیشن خود را باز کنه و مارکت مسیر خودش چیکار کنه ادامه بده. این بود دلایلی را که برای شما عزیزان و دوستان چیکار کردم توضیح دادم که چرا و به چی دلیل. درست است. چرا و به چی دلیل ما دنبال پوزیشن باز کردم در ساختار سعودی و نزولی نظر به استراتژی می باشه. چرا؟ چون انتظار او منتظر مانده او استار بزرگ برای ما بصرفه نیست. و دوما نظر به تجربه که ما دارم این است که ما تنها زمانی پوزیشن باز میکنم که مارکت میکران و بزرگان مارکت خودشان را برای من نشان بده که ما پول خرج کردیم مصرف کردیم
بیلیون ها دلار آمدیم در مارکت گذاشتیم تو بیا با اندازه توان خود $5 پوزیشن باز. ما کل کار برای تو کردیم با هر کاتگوری افراد رو که در بازار مبارزه میکردم قیمت رو ببرن پایین آمدن مثلا جان کنی کردم ببرن بالا بیاین پایین ببرن بالا بیاین پایین ما اینا رو آمد رو شکست دادم تو را میتونی بی پوزیشن خود باز کنی زد خود از مسیر رو بر لازم نه نیست که مثلا بیای مثلا یه در بیرون بسازی ما دلیل خود رو برای توضیح دادم حالا میم دوباره از دست کال بر شما توضیح میدم پس چند موضوع مختاری اولین سوالی که از خودتان میپرسین در آخر چهار درست است اولین سوالی که بعد از باز کردن چهار از خودتان میپرسین چی است دنبال چی پوزیشنی باشم ما برای شما کمک میکنم شما می چیزی در چت باکس آماده کنین نوشته بکنین دنبال چی پوزیشنی باشم بعد وقتی که فهمیدی ساختار بازار سعودی است دنبال چه پوزیشنی می باشی و وقتی فهمیدی که ساختار نزولی است دنبال چه پوزیشنی می باشی اگر ساختار سعودی بود کجا نقطه ورود میفته کجا استاپ میفته و کجا از معامله خارج میشه اگر ساختار نزولی بود کجا ورود میفته کجا استاپ میفته و کجا از معامله چی میشه خارج میشه درست است پس این سوال نوشته بکن فعلا جوابش در چت باکس ما برای شما چت باکس را 2 دقیقه بعد باز میگذارم ما شما را برای ما چیکار کنین جواب بدید که بعد بریم روی جواب صحبت‌های بعدی و بریم در تایم ما مختلف بازار را تست بگیریم صحبت بکنیم که ان شاء الله وضع بخیر شما از هفته پیش رو آماده باشید که بازار خودتان به شکل درست صحیح تعقیب چت باکس را باز میگذارم از اینکه ما دستین میتونین سوالات را که شما پرسان کردم در چت باکس اشتراک کنین جوابش را هم بخونیم چی چیزایی را شما جواب بدید اولین سوالی که از خود پرسان میکنی دنبال چه پوزیشن هستم ساختار اگر سعودی بود دنبال چه پوزیشن میباشی ورود خود کجا انجام میدی حساب خود کجا انجام میدی اگر ساختار نزولی بود درست است دنبال چه پوزیشن باشی ورود خود کجا انجام میدی استقلال خود کجا میگذاری و از کجا از معامله خارج میشه همین سوال رو شما خیلی راحت خلاصه تر میتونید جواب بدید چت باکس باز است دوستان میتونید سوالات هم نوشته کن چرا نوشته کن برداشتن را ما اونا رو میخونم و بعدش میریم روی ادامه صحبت ها ما بر یک دقیقه مایک راست میدم بسیار عالی نظریات دوستا در حال آمدن است و به ترتیب همه گیره میخوانم و باقی دوستان شما میتونین صحبت های دانه پست نوشته بکنید دوست ما بوده گفته اگر سعودی بود لانگ پوزیشن میگیریم در ساختار سعودی ما دنبال پوزیشن لانگ یعنی خرید هستیم و در ساختار نزولی دنبال پوزیشن شورت یعنی فروش می باشه بسیار عالی استاد من امشب تصویر هیچ ندارم و از خیرتان فردا زودتر آپلود بکنید ویدیو در یوتیوبتان تا صدایتان را دا سکنه بیرون شد دوباره داخل شد شاید مشکل اینترنت است تلفن است چند روز است که مشکل را کوید میگیره دیگه دوستا داره دوست بعدی ما گفته استاد با بخشش میشه درباره برنامه خود بایننس معلومات بدهید نمیفهم در لاره دربارش صبر کنید بر شما معلومات میدم فقط شما امی چیزایی که گفته رسمی اینا رو شما جواب بدید ما در روزهای پیش رو دیگه مشکلات شما رو حل میکنم از روی ساختار میفهمید دنبال کدام پوزیشن هستیم اگر سعودی بود دنبال پوزیشن لانگ اگر مزلی بود دنبال پوزیشن شورت میباشه اول ببینیم که چارت ساختار چگونه است اگر سعودی باشد دنبال پوزیشن لانگ و اگر ساختار نزولی باشد دنبال پوزیشن شورت در سعودی لانگ ورود بالاتر است استاپ زیر کف و در نزولی شورت ورود زیر کف و استاپ بالای سر ساختار اگر سعودی بود پوزیشن لانگ میگیریم اگر نزولی بود دنبال پوزیشن شورت میگردیم اگر سعودی باشه استاپ زیر کف با پوزیشن لانگ در ساختار سعودی ورود بالای سقف استاپ زیر کف تا زمانی که سقف کف بالاتر میزنه پوزیشن باز است در ساختار نزولی هم همچنین اگر ساختار سعودی بود پوزیشن خرید اگر نزولی بود پوزیشن فروش رو انتخاب میکنیم ساختار اگر سعودی باشه پوزیشن لانگ میگیریم اگر نزولی باشه پوزیشن شورت اگر سعودی باشه پوزیشن خرید و ورود بالای سقف حد ضرب روی کف دنبال پوزیشن باشیم اگر بازار نزولی بود پوزیشن شورت میگیریم منتظر میباشیم تا اطلاع خود را بکنه و داخل پوزیشن میشه اول دنبال بازار میباشیم اگر آن دنبال بود اگر استاپ لاس بالای کف و تیک پروفیت پایین کف اگر ساختار سعودی بود دنبال پوزیشن لانگ هستیم اگر ساختار نزولی دنبال پوزیشن شورت مارکت هستیم البته بالاتر از سقف ورود خود را انجام میدیم بسته به ورود و بسته به روند داره ما تحلیل میکنیم اگر روند نزولی شورت میگیریم اگر سعودی بود لانگ دنبال روند میباشیم اگر ساختار نزولی باشه استاپ خود را بالای کف
اگر بازار سعودی بود بالای صف حرکت کرد پوزیشن لانگ میکنیم. اگر نزولی بود پایین کف. اگر حرکت کرد پوزیشن شورت باز میکنیم و استاپ خود را همیشه بالای کف میمونیم به همین روال. اگر ساختار سعودی بود بسیار عالی. خب ما چت باکس رو کلوز میکنم. نظریات همه شما دوستا رو خواندم و چیزی را که متوجه میشم است که نام خدا دیگه شما دوستا و عزیزا مسائل را چیکار کردین فهمیدین و یاد گرفتین. من دوباره برای شما بازم تکرار میکنم که شما عزیزا و دوستا بفهمید. داریوش زغط کشیده کامنت که تولین نوشته کرده کامنت داریوش رو بازم میکنم. اگر ساختار سعودی بود منتظر می باشیم که یک اصلاح صورت بگیره. بگین بسیار مسئله خوب را داریوش صحبت کرده. ببین دوستا وقتی که ساختار سعودی باشه ببینین همیشه طبق معمول وقتی که ساختار سعودی باشه به این شکل تو عجله نمیکنی بری پوزیشن باز بکنی. اگر مثلا متوجه باشین اگر حرکتی بالاتر از این سمت با استاب زیری که پوزیشن نتایسی باز کنی مارکت به این شکل است و خطا نمی باشه. داریوش نوشته کرده چی میکنین اگر ساختار سعودی بود منتظری از می باشی که یک اصلاح صورت بگیره. خب متوجه باش نوشته کرده که اگر ساختار سعودی بود منتظر می باشیم که یک اصلاح صورت بگیره. نقطه ورود پیدا میکنیم استاب ما زیر اصلاح پوزیشن ما را استاب ما زیر اصلاح پوزیشن ما را باز میکنیم. خب ما بر شما تکمیل میکنم. میگه وقتی که منتظر شدی اصلاح خلاص شد تو دنبال نقطه ورود میباشی که ورودی تو بالاتر از سقف میفته. یعنی منتظر میباشی اصلاح شوه. اگر تانست قیمت خود بالاتر از این سقف برسانه تو همینجا ورود خود انجام میدی لانگ پوزیشن. و گفته استاپ را میم زیر کدام کف میگذاریم زیر همین کف در ساختار سعودی. هرگاه دیدیم که یک صف زد یک کف زد صف بعدی نتوانست بالاتر بره پوزیشن را یا خودی ما کلوز میکنیم یا استاپ روز را زیر همان کف آخر میگذاریم. گفتم مثلا بینان مثال مارکت آمده بالاتر از سقف حرکت کرده سقف و کف زده است. درست است دیگه حرکت میکنه میره رو بالا میبینی که بالاتر از سقف رفته رفته نمیکنه. پس تو میتونی هم منتظر باشی که به زیر کف پوزیشن را کلوز بکنی یا هم میتونی مستقیما استاپ تا زیر کف بذاری اگر اومد به طرف پایین پوزیشن رو کلوز کنی. اوکی شد این شد از ساختار اصولی. بازم توضیح میدم. دوست اولین سوال از خود پرسان میکنین بدون از که از کسی سیگنال بگیری کسی بر تو بگه بخر کسی بر تو میگه بالا بره کسی بر تو میگه پایین میره اول می داخل چا از خود پرسان میکنی من چه پوزیشن بگیرم میبینی ساختار چی است سعودی است. درست است این اسلام کرده. پس ساختار سعودی بود منتظر میباشی اگر قیمت تونست خود بالاتر از سقف بکشانه در اینجا تو چی میکنی لانگ پوزیشن خود را اینجا باز میکنی ورود نقطه ورود بالاتر از سقف میفته استاپ تو می زیر کف قرار میگیره. درست است استاپ تو می زیر کف قرار میگیره تا کجا رو پوزیشن تو باز میشه تا جای قیمت میتونه سقف و کفای بالاتر بزنه. اگر دیدی که این دفعه برگشت نتونست بره بالاتر از سقف اولین زنگ خطر بر تو است آمد زیر کف میتونی پوزیشن خود را چیکار بکنی کلوز بکنی که در جلسات مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک کنار باز ما برای شما به شکل رفیع‌تر توضیح میدیم که شما متوجه شید. پوزیشن یک چی میکنی کلوز میکنی. این شده ساختار سعودی. ساختار اگر نزولی بود قیمت آمده برای شما یک کف ساخته حرکت کرد رو بالا منتظر میباشی اگر آمد زیر کف درست است قیمت تانست خودش زیر کف برسانه نقطه ورودی تو میفته زیر کف استاپ خود را میاری میگذاری بالاتر است و تا زمانی که قیمت سقف و کف پایین در داره پوزیشن تو باز است. بینان مثال پوزیشن باز کردی قیمت آمد برای تو کف پایینتر سقف پایینتر کف پایینتر سقف پایینتر کف پایینتر سقف تلاش کرد رو بالا این دفعه که آمد نتونه زیر کف بره پس آمدگی تو می داشته باشه آمد بالاتر سر پوزیشن کلوز میکنی اینجا پوزیشن تو چی میشه کلوز میشه. اوکی این شد از این قسمتی که ما شما در مورد چارت صحبت کردیم. ما در مورد گذشته چارت بر شما چرا توضیح دادم چون در گذشته چارت ما همچنین یک ساختار سعودی را هم داشتیم نزولی را هم داشتیم. حالا میام روی اتریوم. روی اتریوم اگر شما قرار باشه پوزیشن باز کنی منتظر یک ساختار سعودی میباش. ساختار وقتی که آمد بالفرض کجا رو بر شما توضیح بدم ساختار سعودی را مثلا اینجا آمد حرکت رو بالا کرد بله اصلاح کرد بله منتظر میباشی اگر آمد بالاتر از سقف حرکت کرد. درست است ببین خصوصا در بازار کریپتو خیلی شما رو فریب میده که پایین آمد بخر. اینا با شما خیلیتون تجربه دارین اگر نداشته باشین یاد میگیرید. هیچ وقت پایین آمدن به معنای خرید نیست. پایین آمده درست است شما خریدی پایینتر آمده 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 خریدی پایینتر آمده. اینجا اگر مثلا خداوند با شما بوده شانس هم با شما بوده که شما بالفرض ابو 60 70% ضرر کردید. اگر در همچین یک ساختار مثلا قرار بگیرید ادامه همچون آدمای سر بخوری که پایین آمده بخره درست است خریدی پایینتر آمد دوباره خریدی پایینتر آمد دوباره خریدی پایینتر آمد دوباره خریدی پایینتر آمد دوباره خریدی آمد پایینتر و بعد به شکل چی میکنه رژیش میکنه. درست است 80% 90% تمام سرمایه تثبیتی. پس به خاطر است که ما و شما هیچ وقت دنبال از این نمیباشیم که مثلا پایینتر آمدی بخریم تو پایینتر آمدی بخری. اگر قرار باشه سعودی شوی درست است تو برو حرکت رو بالای تبوک اصلاح بکن اگر آمدی بالاتر از سقف متر میخریم نه که تو پایین آمدی بخری. درست است پس در مورد ساختار سعودی
وقتی که ما اگر قدر رو بالای خود را کرد استاب میکنه آمد بالاتر از سقف ورودید میفته استاب میفته زیر کف بازم بیم بر شما توضیح میده آمد بالاتر از سقف حرکت کرد وروردتان میفته بالاتر از سقف استابتان قرار میگیره زیر می کفی که اینجا وجود داره درست است استابتان قرار میگیره اینجا و بعد تا زمانی که ساختار سقف کف بالاتر داره تا کجا رو به سقف کف بالاتر داره شما میبینی که قیمت مثل همیشه میاد بالاتر از سقف یه دفعه رفت حرکت کرد تلاش کرد نتونست بره بالاتر از سقف پس بر تو زنگ خطر است هر زمانی که زیر کف آمد پوزیشن کلوز میکنی یعنی آمد زیر کف حرکت کرد پوزیشن چی میکنی کلوز میکنی اگر ساختار نزولی شد یعنی آمد زیر کف حرکت کردی دفعه تو پوزیشن شورت میگیری ولی اگر آمد زیر کف حرکت کرد نتونست چی اتفاق میفته دوباره آمد حرکت رو بالای خود کرد بله ایستا کرد بله آمد بالاتر از سقف بله پس اینجا می پوزیشن لانگ چی میکنی باز میکنی لانگ پوزیشن اینجا باز میشه استابت میگیره قرار زیر کف و تا زمانی که ساختار سعودی باشه ساختار سعودی رو ما از کجا فهمیدیم تا زمانی که سقف کف بالاتر میذاره قیمت میبره شما سقف بالاتر کف بالاتر سقف بالاتر کف بالاتر دوباره میبره شما سقف بالاتر بزنه تلاش میکنه می پایینتر نمیتونه بره بالاتر از سقف پس می پوزیشن یک طرح که اینجا باز کرده بودی در اینجا چی میکنی کلوز میکنی درست است اگر دنبال پوزیشن شورت بودی چی اتفاق افتاده مارکت آمده برای شما یک کف ساخته یک سقف ساخته اومده زیر کف حرکت کرده اگر خواستی پوزیشن شورت باز کنی خب میتونی باز بکنی اگر نکردی باز اگر قرار باشه ساختار کد دوباره سعودی بده باز میه برای شما یک سقف میسازه یک کف میسازه میه بالاتر از سقف حرکت میکنه که تو دوباره لانگ پوزیشن اگه تو همیجا دنبال ساختار لانگ بودی لانگ پوزیشن دا باز میکنی استاپ تا میگذاری زیر کف و بعد تا زمانی که مارکت سقف بالاتر کف بالاتر سقف بالاتر میذاره کف بالاتر میذاره پوزیشن کجاست تلاش کردی رفتی رو بالا بله ولی نمیتونستی برو بالاتر سقف بله پس تو برای ما خطر هستی و پوزیشن لانگ خود را همیجا کلوز میکنم تو دیگر کاری میکنی بکن بعد بازار میاد یک ساختار برنج طولانی برای شما قرار میگیره و شما دوباره در این تایم دنبال پوزیشن نمیباشین در ساختاری مثلا چی میگن بعد لیست ما شما در نظر میگیریم این مطلب بازار اومده برای شما که پوینت میبینیم یک چارت مناسب تر برای شما پوزیشن شد به این مورد برای شما صحبت میکنیم که چرا خیلی اوقات شما روی یک کوین پوزیشن باز نمیکنید چرا مثلا بیم روی دوج باز کنیم روی یک کوین دیگه بنا مثلا شما میبینید که دوج اومده یک حرکت رو پوینت کرد تلاش رو بالای خود کرد آمد زیر کف حرکت کرد پس تو شورت پوزیشن یک روی دوج باز میکنیم اینجا ورود زیر کف استاپ قرار میگیره بالاتر از سطح و بعد معامله تو زمانی که مارکت سقف کوینتر میزنه باز است چرا شما میبینید که مارکت بعد از اینکه اومده برای شما یک پوینتر یک سب پوینتر نسبت به یک دوباره اومده کف پوینتر دوباره سب پوینتر نسبت به ایسا و به این شکل کف پوینتر سب پوینتر کف پوینتر سب پوینتر کف پوینتر سب پوینتر جایی را که مارکت درست است جایی را که مارکت اومده یک کف سافته درست است خوب متوجه باشید همیشه مارکت چیکار میکرده میامده زیر کف حرکت 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 میکرده ولی دفعه نتونسته پس چیکار میکنه وقتی که مارکت تلاش رو بالا میکنه و نمیتونه به زیر کف حرکت کنه مستقیما سقف رو به طرف بالا میشکنه پس تو چیکار میکنی می پوزیشن یک شورت را که اینجا باز کرده بودی خوب متوجه باش پوزیشن شورت را که در اینجا باز کرده بودی می بار شورت چند بار شورت مثلا 6 7 اینجا چی میکنی کلوز میکنی ان شاء الله همه یاد گرفتین دیگه دوستا کسایی که یاد گرفتین یک در چت باکس نوشته ببین که من گلوی